زنگ مورد علاقه من زنگ فارسی. زنگ مورد علاقه من زنگ ریاضیات. زنگ مورد علاقه من زنگ خونه. داداش این خیلی باحاله. مامان گفت مال توه. چقدر خریدیش؟ 29 تومن. میفروشیش؟ آره خسته شدم دیگه ازش. داداش بیا اینا 30 تومن. قابض نداره داداش. این 1000 تومن بقیه پول. مرسی. داداش اون مدادم مال توه؟ این داداش اونم میفروشی؟ من فردا میخوام من مدرسه مداد ندارم. باشه. چقدر؟ اینو خریدم 2000 تومن. خب پس بیا. میگم 2000 تومن، این که فقط 1000 تومن. داداش قیمت این چند بود؟ 29 تومن. قیمت این چند بود؟ 2000 تومن. دو تایی با هم میشه چقدر؟ 31000 تومن. تو دست بده. اگر خدایی نکرده کف استخ موندی و دست و پای اضافه میزدی و بالا نمی اومدی، راه کار داره. دوتا پاتو باز کن، به صورت قیچی ردش کن از هم دیگه، بدن به سمت بالا بکش و به همین راحتی بالا بیای. اگر نتونستی دوباره بدنت رفت به سمت پایین و دست و پای اضافه هم داشتی میزدی، بازم اینم راه کار داره. ما داخل پیجمون کلی از این نکات داریم. چه کار میکنیم؟ دست رو خیلی آروم به سمت پایین میکشیم، از پای قیچی استفاده میکنیم، بدن رو به سمت بالا میکشیم. این ویدیو رو هم بفرست به دوستات که بلد نیستن. بازی تازه داره هارد میشه، من موتورم قوی تو آرد میشه، باید شاشی تو کتون